بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که جور و صحتمند باشین. خیلی خوشحال هستیم که در درس جدیدی از کیمیای صنف دوم در خدمت شما شاگردای عزیز قرار داریم. امروز شاگردای نازنین شروع ما فصل دوم کیمیای صنف دوم است. بحثی فصل ما در کل روی جدول و خواص عناصر است. در ابتدای درس شاگردای عزیز ما شما درس‌های قبلی هم اگه یادآور شم قبل از اینکه برای شما معرفی کنم، شما شاگردای در درس‌های قبلی در جریان هستن که قاعده های توزیع عناصر خواندین. قاعده کلاشکوفسکی، قاعده هوند، قاعده پاولی و این موضوعاتی بود که در درس گذشته ما شما خواندیم و در این درس شاگردای عزیز تاریخچه جدول ابتدا بر شما معرفی میکنیم و بعد از باز میریم بخیر روی خود جدول دورانی عناصر که کدام مشخصات جدول داره و عناصر چگونه طبقه بندی شده. که قلم و کاغذتان یادداشت آماده داشته باشین. حتما شاگردای نازنین نکات درس امروز یادداشت بگیرین. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. خب شاگردای عزیز، درس این فصل ما شما راجع به جدول دورانی عناصر است. یک فصل بسیار مهم و کاربردی برای هر سه کیمیای صنف 10 و 11 و خصوص در علم کیمیا. کیمیا روی جدول دورانی عناصر استوار است. الفبای کیمیا شاگردای عزیز جدول دورانی عناصر است. برای این فصل ما گفتنهای زیادی با شما داریم. لطفاً اینا را باید داشته باشین و توصیه هایی که ما با شما با یادگیری جدول میکنیم حتما بایدتان باشه. شاگردای عزیز، قبل از اینکه بریم جدول بر شما معرفی کنیم، بیاین یک قصه از تاریخچه جدول داشته باشیم. اولین بار شاگردای نازنین وقتی که عناصر کشف میشدن، عالم آمد با نام لوازیه عناصر را طبقه بندی کرد. در دوران لوازیه کم و بیش عناصری که بودن دو بخش ساختن. یک بخش گفتن فلزات است، یک بخش غیر فلزات است. اما با مرور زمان عناصر دیگه کشف شد که امروز ما با نام شروع فلز میشناسیم. نه خاصیت فلز داشت نه خاصیت غیر فلز. به این ترتیب شاگردای جدول لوازیه جامع نبود و رد شد. بعد از لوازیه عالم دیگه آمد با نام دوبرینر هم میگن، در بعضی جاها دوبرینایر هم نوشته است. خود شما چه راحت هستن دیگه، درست است یا نیست؟ دوبرینر جذابیت جدولش به این بود شاگردای عزیز، در کل دوران دوبرینر بیشتر از 12 عنصر وجود نداشت. کلشون به دسته های ستا ترایتا با دسته های سه‌گانه طبقه بندی کرد. عناصری که در زمان دقت داشته باشین، عناصری که در زمان آقای دوبرینایر بود، اینا رو با دسته های سه‌گانه سه سیستان رو میخواست یک گروه ساخته بود. و جالب قانونی که در جدول دوبرینر قابل تطبیق بود این بود که زمانی که وزن اتمی عناصر دو طرف میگرفتن تقسیم دو میکردن، یعنی اوسطشون میگرفتن، وزن اتمی عنصر وسط به دست میاد. مثلا یک نمونه از گروپ های جدول دوبرینر اگه من شاگردای عزیز برای شما نوشته کنم، شما ببینید شاگردای عزیز، ما یک عنصر داریم مثلا در جدول به نام لیتیوم است. لیتیوم وزن اتمیش 7 است. درست است یا نیست؟ بعد شاگردای نازنین یک عنصری رو انتخاب ساخته بود، یک عنصر دیگه سدیم انتخاب کرده بود و یک عنصر دیگه مثلا پتاسیم که وزن اتمی پتاسیم 39 میشه. این سه عنصر یک نمونه از تراید دوبرینر است، یک از گروپ های آقای دوبرینر است. ببینید شما جالب است، زمانی که تو میگیری دو طرف جمع میکنی، مثلا میگه 7 جمع از 39 مساوی میشه بچن، اوسطش بگی 7 جمع 39 مساوی میشه به 46. 46 تقسیم 2 مساوی میشه به 23. 23 وزن اتمی یعنی عنصر وسط میشد. یعنی از دو طرف اوسط بگیری وزن اتمی عنصر جدید به دست میاد. گرچند بسیار جذاب بود برای کیمیادانا طبقه بندی آقای دوبرینر، اما با مرور زمان که عناصر از 12 تا زیاد شد دیگه این قانون صدق نمیکرد دو طرف جمع کنی تقسیم 2 کنی وزن اتمی عنصر وسط شد. با این ترتیب شاگردای جدول آقای دوبرینر هم غلط ثابت شد. این یک مختصر موضوعاتی بود گرچند در کتاب کیمیای مکتب یادآور نشده، ولی ما با خاطر شما معلومات شما تکمیل باشه از تاریخ جدول بر شما یادآور شدیم. بعد از این دانشمندا شاگردای عزیز عالم دیگه آمد عناصر طبقه بندی ساخت به نام نیولنز برش میگن. نیولنز آقای نیولنز شاگردای عزیز جذابیت کارش در کجاست؟ عناصری که در زمان نیولنز بود شاگردای عزیز دقت داشته باشین. اول اینا رو کلش بر اساس کتله اتمی نسبتی طبقه بندی کرد. کتله اتمی چی شاگردای عزیز؟ یعنی اساس طبقه بندیش کتله اتمی نسبتی تشکیل میداد. دوم نیولنز شاگردای عزیز عناصر به دسته های 8 گانه 8 تا یک جای ساخته بود. به دسته های 8 گانه که معادلش در زبان خود از به نام اکتاید ها، به دسته های 8 گانه چه طبقه بندی کرد شاگردای عزیز؟ اکتاید ها. نکته سوم شاگردای عزیز قانون اکتاو است.
قانون چی؟ اوکتاوی نیولنز. قانون اوکتاوی نیولنز. قانون اوکتای نیولنز. قانون اوکتای نیولنز. قانون اوکتای نیولنز چی معنا میده؟ ببینید زمانی که آقای دوبرینر 7 عنصر یا 8 عنصر طبقه بندی میکرد به دستای 8 گانه، بعد در عنصر 8 که میرسید خواص عناصر تکرار میشد. درست است؟ یعنی مثلا میگفت عنصر اول، عنصر دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم. بعد از 8 عنصر 8 خواص اول عنصر اول از خود نشان میداد. عنصر نهم خواص عنصر دوم از خود نشان میداد. 8 زیر عنصر اول قرار میگرفت، 9 زیر عنصر دوم قرار میگرفت. خواص عناصر مقسم تکرار میشد که به نام قانون اوکتای نیولنز یاد میکنه. بنابراین شاگرد عزیز و خودش یک ادعا هم میکنه که میگه با اوکتایت های موسیقی طبقه بندی خود نیست مقایسه کرده، که فعلا نیاز نیست وقدر توضیحات ما بدیم که با اوکتاید موسیقی چگونه مقایسه کرده. فقط شما باید داشته باشین عالمی که می طبقه بندی خود با اوکتاید های موسیقی مقایسه کرد، عالم بود به نام آقای نیولنز. اینا نکات مهم و اساسی جدول نیولنز است. دقت کنید شاگرد عزیز، میایم روی طبقه بندی جدول مندلیف. شاگردای نازنین، بهترین طبقه بندی، جامع ترین طبقه بندی که شکل و ساختمان جدول امروزی را شکل داده، جدول آقای مندلیف است. به این خاطر کارکردهای آقای مندلیف در کیمیا واقعا قابل تحسین است و قابل تعریف است، به خاطر که خشت جدول امروزی، ساختمان جدول امروزی اولین بار توسط جناب آقای مندلیف مانده شد. ببینید شاگرد عزیز، آقای مندلیف چه کار کرد؟ درست است یا نه؟ چه کار کرد؟ نکات مهم موضوعات آقای مندلیف اینجا ما برای شما یادداشت میگیرم. اول میگه در زمان مندلیف عناصر زیاد نبود، حدود 60 الی 63 عنصر بیشتر نبوده. درسته نه؟ اینمی عناصری که خلاصه در زمان آقای مندلیف بودن، وقتی که طبقه بندی کرد، اول اساس طبقه بندی خود شاگردای چی انتخاب کرد؟ افزایش وزن اتمی. یعنی جدول مندلیف شاگردای نازنین بر اساس چی طبقه بندی شده؟ بر اساس افزایش چی طبقه بندی شده؟ بر اساس افزایش وزن اتمی. یک نکته مهم شاگرد است، بر اساس افزایش وزن اتمی در پریودها عناصر رو ترتیب کرد و وزن اتمی به مراتب زیاد شده میرفت، 11 12 13 14 به ترتیب. یک. دوم، مندلیف اولین کسی است که در جدول ستون به وجود آورد که شامل یک ستون‌های افقی را به وجود آورد شاگرد عزیز و یک هم ستون‌های را به وجود آورد، ستون‌های عمودی، که در جدول امروزی اینمی ستون‌های افقی را ما با نام پریود میشناسیم و اینمی ستون‌های عمودی را با نام گروپ. بنیانگذار سیستم در جدول دورانی عناصر مندلیف است. و گپ مهمتر از همه شاگردای نازنین، سیستم جدولی که مندلیف ترتیب کرده دو اصل داره. اگر اینمی دو اصل از جدول مندلیف بردارید، جدول مندلیف به هم میرزه، نقص میشه. بنابراین جدول مندلیف روی دو اصل استوار است. روی دو اصل استوار است. دقت کنید شاگرد عزیز. اصل اول جدول است عناصر هم گروپ که در یک ستون عمودی قرار میگیره از لحاظ خواص کیمیایی با هم مشابه است. دقت کنید شما، عناصری که چی باشه؟ عناصر هم گروپ باشه. عناصری که هم گروپ باشه خواصش چیست شاگرد عزیز؟ خواص مشابه داره. اصل اول، عناصری که در یک گروپ قرار میگیره باید خواص کیمیاییش مشابه باشه. دوم شاگردای نازنین، اصل دوم جدول مندلیف چیست؟ عناصری که در یک پریود قرار میگیره بر اساس افزایش وزن اتمی ترتیب شده. بنابراین اصل دومش چیست شاگردای نازنین؟ افزایش وزن اتمی. در چی شاگردای عزیز؟ در پریودها. افزایش وزن اتمی در کجا؟ در پریودها. عناصری که در یک پریود قرار میگیره بر اساس افزایش وزن اتمی ترتیب شده. ببینید وضاحت بیشتر بهتون راجع به دو اصل جدول مندلیف. ببینید شاگردای عزیز، مندلیف کسی است که اولین بار شاگردای نازنین یک قسم ستون‌های چی در جدول به وجود آورد؟ ستون‌های عمودی. مثلا ما یک نمونه در نظر بگیرید شما. این یک از ستون‌های عمودی آقای مندلیف باشه که امروز هم ما رو گروپ میشناسیم. مثلا اینجا لیتیوم اور قرار داد، سدیم قرار داد، پتاسیم مثلا، رودیم. اینا عناصر هم گروپ میشه. مطابق اصل اول جدول اینا باید خواصشون با هم چی باشه؟ با هم مشابه باشه. یعنی خواص کیمیایی که لیتیوم دارن باید سدیم، پتاسیم و رودیم داشته باشه. اصل اول جدول میگه برای ما شما شاگردای عزیز که ما باید خواص کیمیاییش چی باشن؟ خواص کیمیاییش مشابه باشه. یک. دوم، عناصری که در یک پریود قرار میگیرن، عناصر این ستون‌های عمودیش افقی ببخشید شاگردای عزیز، اینا رو با نام پریود میشناسیم. اینا چه قسمی است شاگردای نازنین؟ بر اساس افزایش وزن اتمی ترتیب شده. مثلا چه قسمی؟
مثلا شاگردای نازنین اینجا چی است؟ اینجا فرزن یک عنصر است به نام سدیم، اینجا مثلا باشه به نام مگنیسیم، اینجا باشه مثلا یک عنصر دیگیش به نام عنصر مثلا کی؟ عنصر آلومینیوم. افزایش وزن اتمی است. شاگرد عزیز، از این اگر وزن اتمیش مثلا چند است؟ 23 است. عنصر بعدی میشه چند؟ 24. از این چند است؟ 26 است. شما ببینین وزن اتمی زیاد شده میره از چپ براست. یک قسم نیست که اول 24 بیاین بعد مثلا 25 بیاین. ببینید 23 بعد از او بزرگتر شده، 24 بعد از 26. اینا اگر در طبقه بندی مندلیف اینمی دو اصل نقص شود جدول ناقص میشه. یعنی عنصر اگر بیای قرار بگیره که اول مثلا 26 باشه بعد 24، اصل جدول مندلیف ناقص است و جدول ناقص میشه. این دو اصل مهم است که جدول مندلیف بر اساس این دو اصل بنا شده. خب شاگردای عزیز، در این بخش میخوایم که نکات مهمی از جدول مندلیف برای شما شاگردای عزیز به تشریح بگیریم. خوب دقت کنیم. اول مندلیف که جدول خود ترتیب کرد شاگردای 4 تا ابتکار به خرج داد که در جدول در کتاب مکتب به نام ابتکارات مندلیف ثبت است. یک، اینی عناصر وسط که براتون نوشته کردیم به نام ترانزیشنال الیمنت یا عناصر انتقالی میگه. پریود اول ببینین 2 عنصر داره، دومش 8 عنصر داره، سومش هم 8 عنصر داره. در پریود چهارم که میرسه که عناصر انتقالی شروع میشه، پریود طویل میشه 18 عنصر. این یک از کارهایی بود که مندلیف انجام داد. برای عناصر انتقالی پریود طویل انتخاب شد. برای عناصر پریود طویل انتخاب کرد. چه کمکی به جدول کردیم؟ به این ترتیب توانست اینی فلزات مانند آهن و منگان از زیر اینی عناصر غیر فلز بکشن به این طرف. یعنی به این ابتکار خود توانست فلزات را زیر، اگه کار نمیکرد یا زیر زیا قرار میگرفت. صحیح است؟ به این ترتیب یک ابتکاراتش. دوم، خواص بعضی عناصر پیش بینی کرده بود مندلیف. صحیح است؟ قبل کشف نشده دربارش گپ زده بود. 2 ابتکار. و شاگرد عزیز، گپ ابتکار سوم مندلیف بود که برای بعضی از عناصر جای خالی مانده بود. مثلا برای گالیم و جرمانیم جاهایش خالی مانده بود، گفته بود کشف میشه. و پسان مطابق به این پیشگویی مندلیف اینمی عناصرها کشف شدن. و ابتکار چهارمش بود که جدول مندلیف بر اساس وزن اتمی است. بعضی از عناصر بر اساس وزن اتمی در جدول مطابقت نمیکرد. برای اینا وزن اتمی جدید پیشنهاد میکرد یا کتله اتمی جدید پیشنهاد میکرد. این 4 تا ابتکارات مندلیف بود. جدول مندلیف به این زیبایی که میبینید شاگردای خالی از ناقصی نبود. یک از ناقصهای جدول مندلیفی بود که بعضی از عناصر بر اساس وزن اتمیشان وقت جدول مانده بودن جور نمیومدن. مثلا شما ببینید شاگردای پتاسیم وزن اتمیش 39 است، ارگون یا 40 است. بر اساس جدول مندلیف باید اول پتاسیم قرار بگیره بعد از ارگون باید اینجا بیاد، چون وزن از کوچک است و بزرگ است. اما اگر پتاسیم شما اینجا با ارگون این چی مشکل پیش میاد؟ پتاسیم میره بین گازات نجیب که خاصیتشان مشابه نیست و ارگون میره بین فلزات گروه اول که باز هم خاصیتش مشابه نیست. یک نقص در جدول مندلیف بود. بنابراین در سال 1916 نواقص جدول مندلیف عالی مواد به نام هنری موزلی برطرف کرد. هنری موزلی چه کار کرد؟ در طبقه بندی عناصر به جای وزن اتمی از چی استفاده کرد؟ از نمبر اتمی، که فعلا وقتی که بر اساس نمبر اتمی ترتیب کرد ارگون 18 بود رفت در جایی که تعلق داره، پتاسیم آمد در جایی که مربوط خودش است. به این ترتیب نقص جدول مندلیف توسط عالم به نام هنری موزلی برطرف شد و جدول امروزی شاگردای بر اساس نمبر اتمی است نه بر اساس وزن اتمی. بنابراین پتاسیم و ارگون از جمله عناصر است که جدول مندلیف ناقص ساخته بود. به همین ترتیب عناصر دیگه بود مثل آیودین و تلوریم و یا کوبالت و نیکل عین مشکل داشتن که توسط موزلی برطرف شد. شاگردای نازنین، این شد از ابتکارات و نواقص جدول مندلیف. جدول مندلیف 16 گروه داره. این ها گروه های اصلی نشون میده، 2 تا طرف 6 تا طرف 16 گروه. وسط جدول گروه های فرعی است که شامل 8 گروه میشه. 1 2 3 4 از اینجا شروع میشه. شاگردای نازنین، اینا رو حتما برای یک مهارت کنکوری اگه حفظ کنین بر درد کنکور شما میخوره. همیشه لیست نتایج کنکور رو برای سبزی فروشی نصب است. بی مجید کت سارا میگه بازار رفت. این شاگردا جور کردن تقسیم من است. خب دیگه هم است که بوز آلمانی گاو هندی رو تیله کرد. کاسه گیلی سنگ پر بود. نوید پودر فروش از صبور بسکیت خرید. آبامای سرسیاد تیل پول میخواهد. فریدی کل برنده آیفون است. هی نگاه آشخانه کردم از زیبایی رنت. یک جملات است که شاگردا جور کردن برای آسان شدن حفظ جدول که شما استفاده کنید بد نیست. حتما استفاده کنید شاگردا سمبولای وسط حفظ کنین. این قسمت عناصر انتقالی، گروه های اصلی 2 تا طرف 6 تا طرف و شاگردا تمام عناصر به 4 بلاک تقسیم میشه. این 2 تا گروه مربوط به بلاک اس میشه. وسط بلاک دی هست. از گروه 3 تا 8 بلاک پی هست و در آخر جدول لانتانایدها و اکتاناید هاست که مربوط میشه به بلاک اف جدول. شاگردای عزیز، در قسمت
پایین جدول اگه شما ببینید دو گروه دیگه هم است به نام لنتانایت ها و اکتانایت ها. 14 عنصر است، مجموع میشه 28 عنصر، مربوط پریود ششم هفتم است. بعد از لنتانیم قرار گرفته، لنتانیت ها برش میگن. پریود دیگهش بعد از اکتانیم قرار گرفته، اکتانیت ها برش میگن. فقط چون خواصایشون به هم دیگه مشابه بودن، اونا رو بردن در قسمت آخر جدول. گروه اول اصلی شاگرده است، گروه دوم و مطابق گروه سوم اصلی. و آخرین نکته از جدول شاگرده است، اینی عناصر کلا فلز است. اینی پایین جدول اینی ساحات فلزات گفته میشه. فلزات القلی زمینی، فلزات غیر فلزات است، به خاندان نیتروژن است، کلکوژن ها، هلوژن ها. اینی قسمت از گازات، گروه آخر گازات هلوژن یا گازات ببخشید هلوژن ها یاد میکنه. پایین کلا شاگرده عزیز فلز، طرف چپ هم فلز، اینی بور و سیلیکون و ارسنیک اینا شبه فلز و اینی سمت راست جدول غیر فلزات میشه. خب شاگرده عزیز، به ترتیب رسیدیم به ختم درس امروز. امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه و نکات اساسی جدول را تا این قسمت یاد گرفته باشید. شاگرد عزیز، جدول مندلیف بر اساس چی ترتیب شده بود؟ شما بر ما جواب بدین. آفرین، بر اساس وزن اتمی. نواقص جدول مندلیف توسط کی برطرف شد؟ ماشاءالله توسط موزلی برطرف شد. چند تا گروه داریم؟ 16 گروه. آفرین. با چند بخش میشن؟ 2 بخش. ماشاءالله. گروه های اصلی و گروه های فرعی. خیر ببینین. گروه های اصلی شاگرد عزیز به A نشان داده میشه، گروه های فرعی به B نشان داده میشه. چند پریود داریم؟ 7 پریود. درست است یا نیست؟ حتما یک دفعه جدول پیش خودتون بگیرین. این نکاتایی که ما گفتیم، گروه ها را دفعه ببینین، پریود ها را دفعه ببینین، فلزات در کجای جدول هست، عناصر انتقالی در کجا موقعیت داره، گازات نجیبه کدام عناصر میگن. یک بار دیگر اینا من حیث کارخانگیتون جدول بگیرین شاگرد عزیز. این نکاتا را خودتون ببینین و تشخیص بدین که گپ از چه قرار است. خیلی تشکر که تا الان با ما بودین. امیدوارم که خسته نشده باشین و درس خوب یاد گرفته باشین. کارخانگیتون حتما انجام بدین. سوال اگه داشتین باز هم یادداشت بگیرین، در درس آینده بر شما جواب میدیم. موفق باشید. خداوند یار نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.